سلام. سلام استاد عزیز. خب دوستان چون اولین جلسه است من یه معرفی بکنم. ببینید ما چیکار می‌کنید؟ چرا؟ بابا قولنج کردم خود می‌خوام در برم. برو بشین. ببینید دوستان چون ترم اولتون تازه وارد دانشگاه شدید یه سری چیزا رو میخوام بهتون یاد بدم. زنگ تفریح نداریم، میگن آنتراک. آقا معلم نداریم، استاد. چیز طبیعیه که با همکلاسیتون جزوه رد و بدل کنید. پس هر کسی جزوه بهتون داد چی بهتون پا نمیده. و اینکه پسرا اصلا مشکلی نداره هر چند جلسه غیبت کنن. اصلا هیچ تأثیری تو نمرهشون نداره. ولی دخترا حتما تمام جلسات باید بیان. تو داری چی رو یادداشت می‌کنی؟ دارم صحبت شما رو یادداشت می‌کنم. اسکل حرف عادی دارم میزنم. رو یادداشت نکن. تانژانت x مساوی با سینوس x. دیدم کفشاتون کثیفه گفتم پاکشون کنم استاد. نمیخواد آقا من اصلا پسر خوشم نمیاد برو بشین. تو بچه خیلی گلی هستی خب دوست داری معادل الف بشی؟ میخوام. خب پس دیگه نه سر کلاس. این دوستای چلمنگت هم بگو هیچ کدوم نه باشه. خانم نمره خوب بهتون میدم فقط نه منو خانوما بمونید دیگه. من که نمیام ولی باید رید تو کلاسی که شاگردش منم استاد شمایی.